نمیدونستم باید چی کار کنم. هوا تاریک بود و کوچه خلوت بود. افتاده بود روی پام و داشت شلوارم رو پایین میکشید. اون روزو هیچ وقت فراموش نمی کنم. شاید برای هر زنی یا هر دختری این اتفاق میافتاد. اما این ماجرا هنوز بعد از 10 سال منو آزار میده و هنوز بعد از 10 سال هر وقت یادش میافتم یا به یه مکانی مثل اونجا میرسم یا تنها توی زمستون توی خیابون راه میرم، تمام تنم میلرزه، تمام وجودم رو وحشت فرا میگیره. تازه ازدواج کرده بودم و توی اداره خصوصی کار میکردم. از صبح ساعت 8 تا 4 بعد از ظهر کار میکردم. کار ما وابسته به یک ارگان خاص بود که باید یه لباس فرم مخصوص میپوشیدیم. حجابمون هم همیشه رعایت میکردیم. بعد از کلی سختی به عشقم یعنی علی رسیده بودم و با کلی قرض و قله رفته بودیم سر زندگیمون. از دار دنیا یه مادر داشتم که وقتی 10 ساله بودم بابا و مامانم از هم جدا شدن و بابا برای همیشه از ایران رفته بود. مامان منو تنهایی بزرگ کرده بود و با هر سختی که بود منو دانشگاه فرستاد و همه کس و کارم بود. همه کس و کارم مادرم بود. ازدواج نکرده بود، فقط کار کرده بود و کارش هم معلمی بود. بابام بهش خیانت کرده بود و بعد از طلاق همراه معشوقش از ایران رفت. هیچ وقت هیچ سراغی از من نگرفت. واسه همین علی شوهرم شد، پدرم شد، برادرم شد، همه کس و کارم. خدایی مرد خوبی بود، آقا، مهربان، با محبت، همه کار برام میکرد و من هم با جون و دل همراهشم و دوستش دارم. پا به پای هم کار میکردیم اما مستاجر بودیم، اما دلمون خوش بود، مشتاق همدیگه بودیم. میگفتیم با تلاش خودمون و همه چیز میرسیم. 1 سال بعد از عروسیمون بود که مادرم سکته کرد. مجبور شدیم برای یه مدت یه ماه اونو بستری کنیم توی بیمارستان. حالش خوب نمیشد، مرتب فشار بالایی داشت و به همین علت باید بیمارستان تحت کنترل باقی میموند. اون روزا علی منو صبح میرسون نزدیک محل کارم و عصرم میومد سر اتوبان نزدیک خونه دنبالم و من رو برمیگردون خونه. اما وقتی مامان بیمارستان بود، منی که حسابی بهش وابسته بودم، از دار دنیا فقط مادرمو داشتم، هر روز بعد از ساعت کاری میرفتم بیمارستان که فقط التماس کنم و چند دقیقه بتونم مادرمو ببینم و براش وسیله میبردم. اون روز مادرم خیلی حالش بد بود و من خیلی گریه کردم. خسته از سر کار رفته بودم اونجا و بهم گفتن حالش چند ساعت قبل بدتر شده و خدا بهمون رحم کرده. گریه کردم و به خدا التماس کردم که خدایا مادرم رو برام نگه دار. من هنوز هیچ کاری براش نکردم و جز اون هیچ کسی رو ندارم. اون روز ماشین علی از شانس من خراب شده بود و نمیتونست بیاد دنبالم. همش گریه میکردم تو بیمارستان و پشت شیشه به مادرم نگاه میکردم که متوجه ساعت نشدم. ساعت 8 شب بود که از بیمارستان خارج شدم و با یه تاکسی به سمت خونه رفتم. هوا سرد بود، ابری و بارونی بود و خیابونا هم خلوت بود. رسیدم سر اتوبانی که باید پیاده می شدم و از پل هوایی می رفتم اون سمت اتوبان تا به خونه خودمون برسم. خونمون چند تا کوچه پایین تر بود و معمولا یا علی می اومد دنبالم یا پیاده می رفتم. حدوداً 1 ساعت از بیمارستان تا خونه ما راه بود و حدود ساعت 9 شب بود که رسیدم اونجا. بدون توجه به دنیای اطرافم، توی فکر حال و روز خراب مامانم، با لباس فرم و شال گردن و دستکش و پالتو، بدون آرایش و با چشمی که از شدت گریه ورم کرده بود، پامو روی پله برقی گذاشتم و به سمت بالا رفتم. یه چند ثانیه گذشت که احساس کردم یه نفر از پشت سرم بهم نزدیک میشه. همین که به بالای پله برقی رسیدم، یه نفر از پشت سر دست گذاشت دور کمرم
قفسه سینه‌مو محکم گرفت و منو پرت کرد روی زمین. صورتشو نمیدیدم. جیغ میزدم اما هیچ کس نبود. بالای پل هوایی پر از تابلوهای تبلیغاتی بود و از بیرون کسی به داخل دید نداشت. تازه اون وقت شب هیچ کس اونجا نبود. تو اون سرما تا اومدم بفهمم چی شده، دیدم یه مرد داره تلاش میکنه که شلوار منو از پام در بیاره و افتاده روی من. به هزار زور و با کلی جیغ و داد و فریاد و مشت و لگد خودمو کشیدم کنار، اما ولکنم نبود. همونجا فقط تا برگشتم روی زمین با همون حالتی که افتاده بودم با لگد به زیر شکمش چند تا ضربه زدم. پرت شد از پله ها پایین، افتاد روی پله های پله برقی. صدای دادشو شنیدم. گفتم کشتمش، قاتل شدم. از ترس تمام تنم میلرزید. فقط شلوارمو بالا کشیدم و با تمام سرعت به سمت خونه دویدم. پشت سرم هم دیگه نگاه نکردم. شوهرم بنده خدا خونه منتظرم بود. بنده خدا فقط یه بار نیامد دنبالم. داشت شام آماده میکرد برای من. تمام تنم خیس و گلی شده بود و از ترس میلرزیدم. شوهرم با دیدنم دم در خونه وحشت کرده بود. نمیتونستم حرف بزنم، دستام میلرزید و فقط گفتم کشتمش، او رو کشتم. تصور کنید شوهرم با حرفای من چه حالی شده بود. آب داد بهم. نگران شده بود. میگفت چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ با لکنت زبان براش تعریف کردم که چی شد. لباس پوشید که بره ببینه چی شده. منو فرستاد زیر دوش آب گرم و خودشم رفت. وحشت زده بودم. زیر دوش فقط اشک میریختم که چی شد؟ چرا؟ مگه من چی پوشیده بودم؟ مگه من چی کار کرده بودم؟ مگه من چه ساعتی توی خیابون بودم که حقم این باشه که یه نامرد بخواد با هم همچین کاری بکنه؟ شوهرم اومد خونه و بعد از یه مدت گفت هیچ خبری نبود. کسی هم چیزی ندیده بوده و ظاهرا یارو هم چیزیش نشد و از اونجا رفته. ممکن بود آسیب دیده باشه. فرداش افتاد دنبال دوربین، اما متاسفانه هیچ دوربینی اونجا نبوده که اون اتفاقو ثبت کرده باشه و نتونستیم اون عوضی رو گیرش بندازیم. تا مدت‌ها جرئت نکردم تنها تو خیابون برم و هنوز هم بعد از گذشت سالها وقتی یاد اون لحظه میافتم میگم خدایا چرا؟ معلوم نیست اون آدم بیمار، اون آدم مریض با چند تا زن دیگه این کارو کرده، بدون استرس تو جای عمومی، توی محل عمومی مرکز شهر، با اون ذهن بیمارش به خودش این اجازه رو بده که با زن مردم همچین کاری انجام بده. از اون شب به بعد شوهرم دیگه یه لحظه منو رها نکرد و توی تمام اون حال بدی‌ها کنارم بود. اما فقط یه حرف میزنم به همه کسایی که این اتفاق براشون افتاده: لباس بد تنشون نبوده، جای بد توی مکان بدی نبودن، بلکه بیگناه بودن و گیر یک آدم بیمار افتاده بودن. اگر کسی در اطراف شما خدایی نکرده براش همچین اتفاقی افتاده، به جای محکوم کردن سعی کنید درکش کنید، کمک کنید فراموش کنه. قضاوت و سرزنش فقط حال اون آدم رو بدتر میکنه. برای شنیدن داستان‌های بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنتتون از ما حمایت کنید.